به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام آموزندگان گرامی. درس 17 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف P پن روچکه یا خودکار. پنسل قلم. people خلق مردم. popcorn جواری پقق در بعضی از دهات قرقرک میگویند. خب این بود درس 17 و تا درس آینده خدا نگهدار.